درباره یک قصه نقل میکنیم که قصه مردی قصاب و مردی فقیر بود. امیدوارم که این قصه بر شما معقول می شود. پس در زیر نوار لایک کنین تو که دیگرها هم آگاه باشند. زمانی میگه یک قصاب کار میکرد. به نزد قصاب یک آدم خیلی فقیر آمد و گفت: برادر، زیاد میخواستم به عید قربان گوسفندی را ضبط کنم، یعنی قربانی دهم، اما شرایط ندارم و برای همین میخواهم که 5 کیلو گوشت گوسفند گیرم تا که یک ضیافتی مایده که برای مردم کنم. قصاب خوب گفت و به فکر فرو رفت. گفت: حاضر بطن گوشت ها اگر استخوان ها را گذارم نمی شود. میفهمد که ناآدمی کرده ایستادم. اگر استخوان ها زیادتر و گوشتش را نیز کم دهم، در این حالت هم میفهمد خوبش از بالای گوشت کم کرده فایده گیرم. آخر طول 10 سال می شود که قصاب هستم، اما هیچ یکی من دو نمی شود. خوبش گوشت را کمتر می دهم گفته به این قرار آمد. این مردی فقیر میخواست 5 کیلو گوشت گیرد. قصاب برایش 4.5 کیلو گوشت داد. این مردی فقیری که گوشت میگرفت مردی فقیر بود، دلسوح بود، پاک وجدان بود و به کیلوی ترازو اهمیت نمیداد. قصاب 4.5 کیلو گوشت را خوب پیچانده به دست مردی فقیر دراز کرد. این مرد گوشت را گرفته به دکان خوراکواری که از راه او طرف بود روان شد. دادن پول را تماما فراموش کرده بود. مردی فقیر فکر کرد: 0.5 کیلو گوشت به فایده من شد. اگر همین کار را دوام دهم، به زودی من صاحب مال و ملک زیاد خواهم شد. با مردی فقیری که به او مغازه رفته بود، این مردی قصاب به او می‌نگریست. مردی فقیر داخل مغازه شد. از بین مدت نگذشت که این مردی فقیر از مغازه خوراکواری برآمد و دوان به سوی قصاب شد. قصاب در هیجان فرو رفت و به خود می گفت: تا امروز از ترازو نگرفته بودم. امروز که نفسم غالب آمد، اکنون تباه شدم. شاید این گوشت را به ترازوی مغازه خوراکواری وزنش را دیده است. اکنون من شرمنده می شوم. دیگر اهل دهات چگونه من را نظر می کند؟ قدر و قیمت، حرمت و احترام من در نزد مردم اهل دهات چی می شود؟ پست می شود. اگر این جنگ و جنجال کرده گوید که گوشت را کم دادی، دیگر من هیچ انسان در این دهه نیستم. همین طور از کاری کرده اش پشیمان بود. با نزدیک شدن این مرد قصاب را لرزه فرا می گرفت. بهانه ها می جست برای کاری کرده اش و 0.5 کیلو گوشت تیار کرد تا که شرمنده نگردد. مردی فقیر نزدیک شد و به قصاب: برادر، گفته بود که در این حالت قصاب باشد زود سخن این مرد را بریده. برادر، وقتی من در ترازو گوشت را می کشیدم، می پیچاندم، ناگهان مقدار گوشت به زمین افتاده است. این را گیرید. گفته بود که مردی فقیر گفت: نه، من برای او نیامدم. دادن پول گوشت از یادم برآمده است. من را می بخشید. همین را هم گفته آمدم. حلال باشد، باز خوبتر است گفته مردی فقیر از نزد مردی قصاب دور شد. قصاب پس از شنیدن این سخنها به خود می گفت: پروردگارا، تو شاهد هستی. این مرد چه مردی دلسوف و پاک وجدان بوده است. من غلام نفسم گشتم، اما تو شاهد باش، از امروز عبارت دیگر هیچ بار و هیچگاه این کارم را تکرار نمی کنم. دوستان عزیز، حصه از این قصه چیست؟ قصه همین را بر شما دلالت می دهد که باید هر انسانی که سوداگر است، عین اون شخصیت هایی که از ترازو میزنید، از خدا بترسید، زیرا از هر کار و عمل و نیت شما خداوند متعال وابسته است. امروز بسیار میشنویم در بسیار بازارها در بسیار حالت مردم را فریب میدهید به خاطر یک درهم، به خاطر یک سامان، اما فراموش نکنید که روز قیامت خداوند متعال از این کاری کرده شما پاسخ خواهد گرفت و از میزانی که نامه عملهای ما و عیناً کارهای خوب و کارهای بد ما در ترازو مانده می شود، البته کارهای بد ما زیاد می شود و کارهای خوبی ما را کم می کنند. پس امروز را نه، بلکه آخرت را و روز قیامت را فکر کنیم. خداوند متعال از همه شما